دوستا خوش آمدین به چینل یوتیوب فرزاد سادات. امروز میخوایم براتون آموزش بدیم که چگونه میتونیم یک سیبوری از شبکه اجتماعی بسازیم. در نخست لطف کرده چینل ما رو لایک کنید و زنگوله بغلش هم فشار بدید تا از جدیدترین آموزش از چینل ما با خبر شید. خب دوستا زیاد وقت نمیگیرم، بریم طرف آموزش. داخل برنامه گوگل میشیم، اینجا سرچ میکنیم که بیینگ ایمیج کریتور. خب بالای دیگه گزینه کلیک میکنیم. خب دوستان اینجا بالای دیگه گزینه کلیک میکنیم Image Creator from Microsoft Messenger. اگر شما بار اولتان است که داخل از این برنامه میشین، شما یک حساب مایکروسافت میخواد. طریقه ساخت حساب مایکروسافت بسیار آسان است. اگر کدام مشکل داشتین میتونین کمونی هم به اینستاگرام بنده پیام بدید. خب دوستان این قسمت متن است، یعنی عکسی را که ما میخوایم جور کنیم این قسمت متنش رو تایپ میکنیم. حالا اگر ما بخوایم که تایپ کنیم زیاد وقت ما رو میگیره، به همین خاطر روی موارد ایجاد شده کلیک میکنیم، چون ما از قبل وارد از این برنامه شده بودم. خب دوستا اینم متن آموزش. شما میتونید متن آموزش از قسمت دسکریپشن همین ویدیو و یا هم از کانال تلگرام ما دریافت کنید. خب دوستا اگر عکس‌ها با میل دل شما نبود، شما میتونید دوباره روی گزینه ایجاد کلیک کنید. خب دوستا حالا اگر ما بخوایم که عکس سیو کنیم، بالای عکس کلیک میکنیم، بالای از این 3 نقطه کلیک میکنیم، روی گزینه دانلود کلیک میکنیم. خب دوستا این عکس ما سیو شد. حالا اگر بخوایم همین قسم عکس به برنامه اینستاگرام خود جور کنیم، اینجا به جای فیسبوک اینستاگرام نشته میکنیم. روی گزینه ایجاد کلیک میکنیم. این دوستا این هم عکسایی که ما میخواستیم جور کنیم. دوستا شما میتونین از این قسمت نام خودتون نوشته کنین در این قسمت، یا هم یگان تغییرات جزئی دیگر بیارین، مثلا رنگ لباس، عینک دار، بی عینک. خب دوستا حالا اگر ما بخوایم که همین قسم عکس و برنامه واتساپ خود جور کنیم، اینجا به جای اینستاگرام پاک میکنیم واتساپ نوشته میکنیم، روی گزینه ایجاد کلیک میکنیم. خب دوستا شما میتوانین به هر برنامه‌ای که خواسته باشین همین متن نوشته کنین، بعد نام برنامه را عکس شما جور میشه. دوستا اگر از ویدیو خوشتون آمد حتما چینل ما رو لایک کنید و زنگوله بغلش هم فشار بدید تا از جدیدترین آموزش ها از چینل ما با خبر شید.